اومد. بچه دخترامون گفتن بریم لایف. بچه های یکی دو تا بچه هایی که میخواستم بیارم بالا، حالا بعد ساعت 11-12 شب که گفتیم ساعت 11-12 باشه بقیه رو میاریم. یعنی الان یه لایو 2 نفره داریم. ترکیه رو الان میزنم، بزنم اول آخر هم تو یه وجب جا میخوام بزنم. امروز نزنم، فردا بزنم. خب اول ساینا رو بیاریم بالا. ساینا شب میخواد بره شیطونی، دیر وقت نیست، الان میاد بالا فکر کنم، مطمئن نیستم. نگهش داریم طول لایو علاب شد نتونه. ساینا یه کامنت بذار بیارمت بالا. سرده یا من سردمه؟ قربونت برم من آخه بچه کچلم کردین. دوباره آیدی ادمین پیجمو تک کردم زیر لایف. پیشنهاد کار دارین، پیشنهاد بیشرمانه دارین، پیشنهاد لایو 2 نفره دارین، کلا کاری با من دارین، جدی دور از شوخی چرت و پرت نباشه، کاری با من دارین به ادمین پیجم باید به ادمین پیجم باید دایرکت مسیج بدین که پین کردمش. شد 60 بارم استوری کردم. کلا کانال تلگرامم هم ایشون میچرخونه، نمیدونم دیگه واقعا با چه زبونی. صفحه اصلیم هم هستم. عشق جسور و جذابی کی بودیم؟ جسور رو هستم ولی جذاب هم هستم. ساینا کجایی؟ داد بزنینم ساینا صداش کنی. بذار ساینا رو صدا کنی. مگه 11 الان میام دوباره آیتا جان لایف میام. الان یه سری از بچه‌ها شب پارتی دعوت هم باید تو لایف بیاریمشون بالا. میخوام من به کار زندگیشون برسم. اینا رو بیاریم بالا بعد دوباره اون ساعتم نکش ضرر داره. چشم. ساینا نامدار فیست خوب شده، بگو چی کار کردی. نظر لطفت فرزان. تا جایی که میدونم سایپا ماشینه، ساینا ماشین نیست. یا ساینا واقعا من فقط سایپا رو میدونستم. چرا ساینا الان ازش میپرسیم چرا ساینا از بین این هم ماشین چیه؟ خوبه ماشینش؟ چطوری عزیزم؟ مرسی تو خوبی؟ باز که صدات ضعیفه که ساینا. چی کار کنم مینا؟ اینو چی کار کنم؟ از لایو قبلی یکی پیدا نشد بر تو یه گوشی بخره؟ به خدا ایکسه. تو یه مشکلی داره. نمیدونم چه مرگشه، نمیدونم واقعا. احیانا تو آب ماب ننداختی گوشی و اینا میگن ضد آبه ولی بازم میره تو آب صداش خراب میشه. تو آب نه. روش آب نریختی. نه تو گفتی یه چند وقت کلا اصلا چیزی سینگلی. آره. چه خبر؟ سلامتی. دلت تنگ شده بود من نبودم یا نه؟ یا بندازم خیلی دلم تنگ شده بود. خیلی؟ خیلی بیشتر از
سایزه. آره تو که ما بیشترم. سوتیم هستی، گفتی من اعتقادی به سوتیم ندارم، تو لایوهای ما لباس خواب سوتیم تنم میبندی. اگه میخواستم لباس خواب تنم اگه میخواستم قهل ما مثلا لب خونی کنن. صدام واقعا نمیاد. حتی پاک فکر نمی‌کنم بچه‌ها با صدات کاری داشته باشن. عجیبه واسم که صدام واقعا نمیاد. تصویرت هم آخر صداش خوبه. جدی شاید صدای گوشی من کمه. صداش خوبه. الان حرف بزن. چی بگم قربونت برم. صدای گوشی من کم بود. مرسی واقعا مرسی. پوریا میگه من صداشو میشنوم. شنیدم. خود 2 روز من الاف اینم میگم تو چرا صدات نمیاد. تصویرت یه ذره ولی ضعیفه جدا. اینترنتت یه ذره ضعیفه. اینترنت ایرانه دیگه چی کار کنم. خوب بود که اینترنت تا دیروز، دوباره چرا امروز خراب شد اینترنت؟ نمیدونم فکر کنم به علت مرگ یکی اینترنت دوباره به فاک رفت. ای مگه با مرگ امید اینترنت خراب میشه توی ایران؟ آره دیگه. 3 روز عزای عمومی اعلام کردن ایران نه؟ آره همه جا تعطیل، مدرسه ها کلا همه جا تعطیل نه؟ من در جریان نیستم، منم یه چیزایی شنیدم. 3 روز منم شنیدم 3 روز عزای عمومی اعلام کردن. شیرینی فروشی هم تعطیله. ها؟ شیرینی فروشی ها هم تعطیل کردن. یعنی چی؟ من نمیفهم واقعا. شیرینی فروشی شرف مرگ و میر داره الان. نمیدونم یعنی کسی بمیره شیرینی چی نباید بگم بخوریم؟ دیگه زیرنویس زده بود، نمیدونم منم زیاد در جریان نیستم. من الان دلم شیرینی خواست، خود چیکار کنم؟ از عمرم شیرینی نخوردم ها. چرا دوست نداری؟ اصلا طعم شیرینی رو دوست ندارم. کلا طعم شیرین رو دوست ندارم. طعم ترشم دوست ندارم. پس چی دوست داری دقیقا؟ نمکم که اصلا نخوردم تا حالا، شوریرم دوست ندارم. آها بکنم تلخی رو دوست دارم. تلخی رو دوست داری. مشروب زیاد میخوری؟ نه نرمال. یه مدت آره با دوست پسر سابقا مشروب زیاد میخوردیم، ولی الان آره نرمال. خودم باشم نرمال میخورم. آرشام چطوری؟ آرشام عشقمون از عمان. بچه آرشام یکی از الان پیجش رو تگ نمی کنم چون هر کسی رو قبول نمیکنه، ولی یکی از بزرگترین کازینوهای عمان رو داره. یعنی کازینو که خب اونجا چیز ممنوعی نیست، حالا بچه‌ای که دوست دارن بازی کنن اون طرف اصلا عمان هستن میتونن برن کازینویشون. و وی آی پیه. چند تا میز وی آی پی دارین آرشام؟ ببینم ساین تصمیمتو گرفتی یا نه، میای ترکیه یا نه پیش من؟ آره عزیزم. کی؟ ببین میدونی که هم داریم تیم خودمون رو تشکیل میدیم، یه عالمه دختر داریم جمع میکنیم اینجا. تیم ما هفته دیگه قراره هفته دیگه تیمو قراره ببندیم تا هفته دیگه ان 10 روز دیگه، چون بعضی از بچه‌ها مشکل دارن یه ذره دیر میشه. یه ذره بچه‌ها مثلا علت این که انقدر دختر دارم تو لایو میارم بالا اون تیمیه که قراره اینجا تشکیل بدیم. تو پس نفر اول میشه هفته دیگه، نه نفر دوم میشه. دوم میشه. یکم بچه‌ها 3 روز دیگه میاد ترکیه. جدا؟ آره موضوع ترس جنبی. سنش هم خیلی کمه، من نمیدونم چجوری اینا به این سرعت. چند سالشه؟ 21. خب پس من 21 سالم بود تا سر کوچه بخواستم برم بابام میزد تو کلم. دقیقا. الان چندی تو مینا؟ متولده؟ آره 86 میشه 65. 65. 80. یعنی یه 2 سال از من بزرگتری. دیر جام میدم من یه ذره، وگرنه الان یه بچه داشتم همسن و سال شماها. من که 31 سالم. کلا باید 2 سالگی بچه دار میشد. آره فکر کن مثلا الان ازدواج کنی بچه دارم بشی حالا تازه نه فکر کن. قربونت برم، من اصلا اعصاب این چیزا رو ندارم.
بچه خیلی دوست دارم ولی اعصاب ندارم کلا درگیری. من دقیقا یعنی مشکلات کاری و دغدغه‌های زندگی به شدت بالاست. به بچه من نتونم به بچه برسم، ترجیح میدم بچه دار نشم، چون یه عالمه بچه بی تربیت تو جامعه ریخته، هم نسل‌های خودمون دور ازشونه. یعنی پدر مادر بالا سرشون نبوده، ما چرا یه دونه دیگه تحویل جامعه بدیم؟ میخوایم یه تیم تبلیغاتی بین المللی قوی بزنیم. همه دارن می‌نویسن چه تیمی میخوایم بزنیم. تیم چیز نمیخوایم بزنیم، یه تیم تبلیغاتی الان خیلی فکر میکنم قوی مثلا داریم. تیم چیز میخوای بزنیم. یه چیز مثل داعش مثلا. نه اون چیزا خبر. یه تیم تبلیغاتی خیلی قوی، یه تیم دخترانه تبلیغاتی خیلی قوی داریم میزنیم. هم رفت به بازگشایی سالن من داره، هم رفت به شروع برند خودم داره، هم رفت به یه شبکه تلویزیونی داره که یکی از مجریاش منم، چند تا از مجریاش هم بچهای دیگه که داریم میاریم اینجا. کلا مجری دخترای سکسی و خوشبر و رو و یعنی کلا بچه‌ای که می‌بینید تو لایف دارن انتخاب میشن، رنگ میارن. ولی یه بیزنس خیلی بزرگی هم راه میندازیم اینجا. ساینا هم که هفته دیگه میاد، ان شاءالله کارو از 15 روز دیگه استارت میزنیم. ساینا تو چه مشکی نپوشیدی ایران نزداره؟ تو چرا نپوشیدی؟ تو چرا مشکی نپوشیدی؟ خب ایران نزداره، من ایران نیستم که بیام ایران مشکی میپوشم. الکی بنده چیزام مشکیه اینجا. منم مشکیه. لباسی رو یعنی به این علت مشکیه دیگه. چشمون هم مشکیه بس دیگه. آره دیگه. چیکار کنیم؟ شیرینی نمیتونیم بخوریم ساینا؟ چی؟ شیرینی چیکار کنیم نمیتونیم؟ چقدر بچه ها توی لایف کنجکاون در مورد سایز سینه های تو. من در عجبم، سینه سایز بزرگ زیاد دیدم ولی مال تو رو بچه ها خیلی کنجکاون. 105 یه بار گفت، من یادمه الان قبل اینکه بیای تو لایف یکی از بچه‌ام بود مینا اون دفعه که ساینا رو آورده بودی بالا خیلی داشتی دید میزدی ساینا رو. نه دید زدنی رو آدم دید میزدی. دید زدنی. سوالایی. بچه ها میگن شیرینی فروشی بازه. خب بخرید برای ساینا هم ببرید پس. من شیرینی نمیخورم، دوست ندارم. تو هم دوست نداری؟ نه. ترشی دوست داری؟ ترشی هم بدم نمیاد. خب تو هم اینه منی پسی، تو هم پس تلخی میخوری. تلخی مشروب خیلی دوست دارم. نه عزیزم چاق نیست، اون سینه هاشو تازه چربی تزریق کرده اونقدر شده. اگه چاق بود که نیاز نداشت چربی تزریق کنه. اسم پیجش چیه؟ این بالا هست دیگه، دارید میبینید من با کی لایو گذاشتم. چرا میپرسی اسم پیجش چیه آخه؟ خواهی خانم بینم کجایی حرف میزنم بچه ها؟ من چه میدونم. به خودم یه کامنت گذاشتم من نمیدونم کجایی بود. مینا جون ادمین به چیزی نگو. در مورد چیه؟ خیلی با من حرف، ما از صبح تا شب من بیشتر از مادرم با ادمین پیجم حرف میزنم. الان به من پی ام داده، نمیدونم چی داده. نه باش، من پی ام رو نگاه میکنم کلا اینجا. بک‌گراند گوشیم البته پدرم ادمینم نیست ولی ادمینم مسیجاش اینجاست میبینم، حواسم بهش هست. باشه ساینا بذار این لایومون کوتاه، لایو اصلی رو نیم ساعت دیگه میذاریم. بذار من سانازم بیارم بالا و تو لایو بعدی اگه اوکی بودی دوباره بیارم. باشه عزیزم، فعلا خدافظ. بابا خب بچه ساناز تو لایو هست، سانازو بیاریم بالای 10 دقیقه دیگه لایو با ساناز بذاریم. و ساناز 57. ساناز اگه تو لایوی ادمین پیجم و این زیر پین کردم، نوشته اینستاگرام دلتنگت بود 01 boy underline urge پین کردم. تو رو خدا چم بمیره دیگه به من دایرکت ندین. اون دایرکت همو نگاه نمی کنم. اگه کسی آتیش هم بگیره دایرکت بده من نمیتونم نگاه کنم. آتیش گرفتین و ادمینم دایرکت بده. خب ساناز تو لایو
آریان میگه جواب نمیده. آریان پسرا رو در صورتی جواب میده که پیشنهاد کاری تبلیغاتی قوی، شما تبلیغات ضعیف قبول نمیکنید، تبلیغاتی قوی یا پیشنهاد اسپانسری برای کار شبکه رو داشته باشه. ساناز 57 بود قرار بیارمش بالا. یه ساناز دیگه تو لایو هی میگه منم بیار بالا. نه ساناز 57. اگه اسم پیجتو عوض کردی همین الان به 01 یه پی ام بده که به من بگی اسم پیجتو عوض کردی بیارمت بالا، چون تا جایی که من میدونم ساناز 57. ها پیداش کردم. ببین ساناز داشت، یه ساناز دیگه داشت منو گول میزد میگفت منم بیار منو بالا. سلام. چقدر کمرت باریکه، اصلا کمر نداری کلا. صدا میشنوی؟ سلام. Can you hear me؟ صدا میشنوی سانا؟ صدا الان میشنوی؟ دارم. سانا داره به خودش حال میکنه بس اصلا به من و شما خوبی توجه عزیزم؟ مرسی. چند سالته سانا؟ بهت 25. میگم چقدر کمرت باریکه، تو اصلا کمر نداری انگار. دارم. چه حسی داری انقدر کمرت باریکه؟ خوشحالی؟ آره 38. شما که خیلی خودت سلطانی. مرسی عزیز دلم. نه دیگه من دیگه کلا افتادم به چیز. هم خوشگلی هم خوشهیکل. مرسی قربونت برم. مرسی عزیز دلم. گفتی 25 سالته؟ تو برنامه بله. ترکیه اومدن برای کار شبکمون رو داری یا نه؟ سانا دوباره میگی عزیزم؟ میگم تو برنامه ترکیه اومدن داری یا نه؟ دوباره میگی؟ تو کار شما برنامه ترکیه اومدن دارین یا نه عزیزم؟ شما برنامه ترکیه اومدن دارین یا نه عزیزم؟ چی؟ به فکر کنم سوراخ‌های شلوارک هوا میکشه صدای من نمیشنوی. چیزه شلوارک جورابت واقعا نمیشنوه. نیت ضعیفه. واقعا نمیشنوه من چی میگم. از اتاق فرمان مسیج اومد تو میخوای برقصی اگه نت جواب بده. اتاق فرمان لایو اینترنتش ضعیفه فکر کنم. الان صدا بله نتش ضعیف بود قطع شد. منم لایو رو قطع میکنم، سیف میکنم، میارمشون دوباره بالا، چون فکر کنم میخواد برقصه تو لایو.